پل ورسک، جادویی از دل کوه با تاریخ در خواب، قسمت سوم. سلام، به تاریخ در خواب خیلی خوش اومدید. امشب قصه‌ای داریم از دل کوه، از دل مه، از جایی که دو کوه بلند با پلی نازک به همدیگه وصل شدن و تاریخ همونجا ایستاد و به مهندسی انسان‌ها تعظیم کرد. قصه‌مون درباره پل ورسک، جایی در شمال ایران، تو دل رشته کوههای البرز. اما این فقط یه پل نیست، این نماد اراده است. قصه‌ای که خواب رو برات نرم و رویایی میکنه. فصل اول، رویایی که از جنوب آغاز شد. همه چیز از یه رویا شروع شد. رویای ساخت راه آهنی که از جنوب داغ ایران تا دل جنگل‌های شمال بره، از بندر امام خمینی تا بندر ترکمن. اما سر راه این رویا کوه‌هایی ایستاده بودند، بلند، خطرناک، با دره‌های عمیق و صخره‌های سخت. فصل دوم، رضا شاه و پروژه‌ای جسورانه. رضا شاه که تازه پادشاه شده بود، میخواست نشون بده ایران میتونه خودش رو بسازه. برای همین تصمیم گرفت راه آهن سراسری ایران رو راه بندازه، بدون کمک خارجی و با پول خود مردم. اما یه بخش سخت و مسیر بود. کوههای ورسک در سوادکوه، جایی که هیچکس باور نمیکرد بشه پل زد. فصل سوم، ورود مردان اتریشی. یه شرکت اتریشی آلمانی پروژه رو به عهده گرفت. مهندسی به نام والتر مسئول پل ورسک شد. اون مردی آروم، دقیق و کمی مرموز بود. وقتی برای اولین بار بالای دره رفت، فقط ساکت ایستاد و کوه رو نگاه کرد. بعد گفت ما این پل رو میسازیم، نه با فولاد، با آجر و سیمان. همه تعجب کردند. فصل چهارم، در دل سنگ و خاک. کارگران ایرانی با بیل و کلنگ در دل کوه‌ها کار کردند. ماشین نبود، فقط زور و بازو و طناب و نردبان. صبح‌ها با صدای انفجار دینامیت شروع می‌شد و شب‌ها با صدای خسته نفس‌ها تموم. 3 تونل باید زده می‌شد و یه پل بالای دره‌ای 110 متری با قوس نازکی وسطش، مثل نخ نازکی بین دو صخره. فصل پنجم، جادوی طراحی پل مثل یه معجزه بود. بدون تیراهن، بدون بتون آماده، اما فقط آجر، ملات و ریاضی دقیق. قوس وسط پل 66 متر بود، اما اونقدر حساب شده ساخته شده بود که وقتی تموم شد یکسان هم انحراف نداشت. فصل ششم، مهندس و آزمایش خطرناک. وقتی پل تموم شد، رضا شاه که سختگیر و وسواسی بود شک کرد. میترسید که پل فرو بریزه و کار بی نتیجه بمونه. اون وقت مهندس والتر یه جمله گفت که افسانه شد: اگر شک دارید، من زیر پل میخوابم و وقتی اولین قطار از روش رد میشه. و واقعا هم همین کار رو کرد. اون شب مهندس با پتو رفت زیر پل. قطار سود کشید و رد شد و پل حتی 1 میلیمتر نلرزید. فصل هفتم، رضا شاه و اشک پنهان. صبح وقتی مطمئن شد پل سالمه، رضا شاه ساکت موند. اما میگن لحظه پشت بقیه ایستاد و با چشمانی خیس از افتخار گفت: ایران تونست. فصل هشتم، جنگ جهانی دوم. چند سال بعد جنگ جهانی دوم شروع شد. نیروهای متفقین برای رسیدن به شوروی از همین راهان استفاده کردند و پل که روزی فقط رویای محال بود، تبدیل شد به راه پیروزی، تا جایی که چرچیل بهش لقب داد پل پیروزی. فصل نهم، قصه های کارگرهایی که اونجا بودن قصه های زیادی تعریف میکردن، از سرمایه استخونسوز و از انفجارهای اشتباه، از دوستی‌هایی که وسط کوه ساخته شد و از مرگ‌هایی که بی صدا دفن شد. پل فقط یه پروژه نبود، برای خیلی‌ها یه زندگی بود. فصل دهم، پل زنده است. امروز بیش از 80 سال گذشته، اما پل هنوز سر جاشه. قطارها هنوز از روش رد میشن و مه هنوز هر صبح بین اون دو کوه میپیچه. اگر خوب گوش بدی، صدای سوت قطار صدای نفس‌های اون کارگرا رو با خودش داره. فصل 11، درس بزرگ پل فقط یه شاهکار مهندسی نیست، اون نماد غیر ممکن هایی که ممکن شد. نماد باور به علم، به تلاش شبانه روزی و به فکر مهندس ها و دستای زحمتکش. ما بخواب با رویای اون پل. و حالا تو در دل شب با پل
ورسک آشنا شدیم، با پلی که تو دل کوه ساخته شد از آجر و باور. چشمات رو ببند و بذار رویای امشب قطاری باشه که از روی اون پل عبور میکنه و تو آرام در مه خوابیده ای. شبتون بخیر.